صبح 9 مارس سال 2023 در حدود ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان باز دو زمین لرزه اقتدار هر کدامش 4 از 5 بال رخ داده است. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری که زمین لرزه های رخ داده در سراسر سیاره را لحظه به لحظه پیگیری میکنند خبر دادند که زمین لرزه اول با اقتدار 4 از 5 بال طبق جدول ریختر در 10 کیلومتر عمق زمین ساعت 0:38 دقیقه به وقت تاجیکستان رخ داده، مرکزش در 84 کیلومتری شمال و غرب مرغاب و تقریبا 50 کیلومتری شرق کوه سرس جایگیر شده بود. زمین لرزه دوم نیز با اقتدار 4 از 5 بال یک ساعت دیر ساعت 6:30 دقیقه به وقت محلی در عمق 116 کیلومتر رخ داده، مرکزش در 54 کیلومتری غرب مرغاب و تقریبا 80 کیلومتری شرق کوه سرس جایگیر شده بود. این دفعه زمین در عمق 116 کیلومتر لرزیده است. نیمه دوم روز 8 مارس ساعت 15:40 دقیقه به وقت محلی یک زمین لرزه اقتدارش 4 از 2 بال در 27 کیلومتری شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان رخ داده بود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان نیز تصدیق کرد که صبح 9 مارس ساعت 9:36 دقیقه به وقت محلی در جمهوری زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز زمین لرزه به گفته زلزله نگاران تاجیک در 407 کیلومتری جنوب شرق شهر دوشنبه 45 کیلومتری شمال و غرب مرکز ناحیه مرغاب جایگیر بوده است. گفته می شود زمین در عمق 116 از 2 کیلومتر لرزیده، قوه زمین لرزه در مرکزش 4 از 5 بال را تشکیل داد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت بر اثر زمین لرزه تلفات جانی و خسارات به قید گرفته نشده است.